من به بچهای کلاسم توصیه میکنم اونایی که پیدا کردن میتونن فقط یا اگه میخوان توی کامنت ها بنویسن که مثلا پیدا کردیم درسته یا غلطه، اینجوری فکر کنم راحت آره تره. اگه پیدا کردیم فقط بگید پیدا کردیم توی کامنت ها. آره لینکشو نذارین اگه مثلا چیزی پیدا کردین که بقیه بتونن فرصت داشته باشن بگردن. و منم میگردم برش. منم الان اینجا تو موبایلم اینجا میگردم. من یه سوال دیگه هم حیمت سوال میپرسم. یه سوال دیگه هم برام پیش اومد و اونم اینه که مثلا یه جایی مثل تلگرام که خب خیلی استفاده میشه، تا چقدر و خیلی خبر داره توش میره، یه گروه های مختلفی هستن توش، همون که گفتیم مثلا حالا شکل فورم هم پیدا میکنه، همه اینا توی تلگرام هم جواب میده یا تلگرام محدودیتی میذاره برای دسترسی؟ مثلا بنویسیم تو گوگل سایت تلگرام و بعد مثلا توش جستجو کنیم، اینا یا امکان پذیره یا نه؟ ببین برای تلگرام یه ریزه متفاوته. معمولا اون خبری که شما توی تلگرام میبینی و میتونی از همین ابزارهایی که گفتم و ابزارهایی که بعدم توضیح میدم استفاده بکنی برای راستی آزمایش در موتورهای جستجوی دیگه. در این حال بعضی شبکه‌های اجتماعی به شما این امکان رو میدن که خودشون رو جستجو کنن. خود سرچ تلگرام به شما این امکان رو میده مثلا از عبارت گفتاورد استفاده بکنی، یعنی بذارید وسط دو تا نقل قول و ببینید مثلا اون خبر کجاست. ولی از اونجایی که تلگرام گروهاش بعضیشون خصوصی و به قول معروف محدود دسترسی به شما نمیتونی همه گروه ها رو بررسی کنید، ولی وقتی میاد توی سرچ انجین گوگل و همون خبر رو از تلگرام بررسی میکنید، تمام لینک های تلگرام رو هم که اون خبر درش منتشر شده به شما نشون میده. حتی تصویر، وقتی شما تصویر رو منتشر میشه و در یه گروه تلگرامی و اون رو در گوگل سرچ میکنید، به شما لینک اون گروه تلگرامی هم که درش خبر منتشر شده رو نشون میده، اگر که بلد باشی چجوری جستجو بکنی مثلا از همین دستور استفاده بکنی. دستور سایت بیشتر به کار ما میاد وقتی که مثلا ما میخوایم ببینیم که در یک مثلا یک منبعی ادعا میکنه، یک خبری ادعا میکنه که منبع مشخصی داره، مثلا میگه CNN، BBC، نمیدونم واشنگتن پست، نیویورک تایمز، و شما میخوای ببینی آیا واقعا اون خبر اونجا هست یا نه. حتی وقتی که مثلا میخوای اینو بررسی کنی، خب وقتی وبسایت انگلیسیه مجبوری اون عبارت رو به انگلیسی جستجو کنی، بنابراین این مقدار متفاوت میشه. ولی آره تلگرام هم ویژگی‌های خودش داره. تلگرام راستش بخوای اصلا باید یه کارگاه مجزا برش بذاری که دربارش صحبت بکنیم که چه جوری در تلگرام، خود تلگرام اگه بخوای جستجوی پیشرفته بکنی چگونه این کارو انجام میدی، که فکر کنم تو خودت باش آشنا باشی، چون احتمالاً اون کارگاه ها رو خودت رفتی. ولی یه مجموعه چیز داره. و بعد اینم بگم که مثلا سایت هایی مثل، یعنی گروه هایی مثل تلگرام و مثلا توییتر، اینها معمولا یه سری ابزارهای جانبی ساخته میشه که به تو کمک میکنه برای اینکه اونا رو جستجو بکنی. مثلا تلگرام دک، مثلا توییتر دک که حالا اینجا دربارش صحبت خواهم کرد، و تلگرام هم همینا رو داره. ولی تلگرام یه ریزه پیچیده تره به نسبت چیزایی دیگه، برای همین ما از موتورهای جستجوی دیگه استفاده میکنیم که خود تلگرام رو بررسی کنیم. ولی گروه ها رو راحت و حتی خبر و متن خبر رو میتونی اونجا جستجو بکنی. حالا یه سوال خیلی ساده هم بپرسم که اصلا چرا لازم داریم؟ یعنی به عنوان آدم عادی یا آدمی که مثلا حالا اکتیویسته ولی الزاما کار خبری نمیکنه، مثلا تهش دو تا ویدئویی که میاد میخواد اطلاع رسانی کنه راجع به وضعیتی، یا مثلا چه میدونم توی حوزه کار میکنه یه خبرایی میبینه، آیا همه ما لازم داریم اینا رو به نظر من ببینیم؟ همه ما لازم داریم، حداقل اگر که آدمایی هستیم که فعالیت عمومی یا مدنی یا مثلا یک نوع کار اجتماعی انجام میدیم. چرا لازم داریم؟ برای اینکه ببین وقتی که مثلا من فرض کن مثلا من در حوزه کار ورزش مثلا دارم کار میکنم، مثلا نتیجه سیاسی یا نتیجه اجتماعی، حتی وقتی 2 بار 3 بار من یه خبری رو بازنشر میکنم که نادرسته یا جعلیه، عملا اعتبار من به عنوان یه فرد در اون کامیونیتی، در اون گروهی که دارم باشون کار میکنم، کاملا از بین میره و دیگه اخباری رو که من منتشر کنم جدی گرفته نمیشه. و نهایتا فرقی نمیکنه که ما حالا مثلا کار اکتیویستی میکنیم، کار سیاسی میکنیم، کار مثلا روزنامه‌نگاری میکنیم یا کار عادی میکنیم، فقط کار گروهی میکنیم. وقتی که ما اخبار نادرست رو نتونیم شناسایی بکنیم و بازنشرشون بدیم یا به اونها واکنش نشون بدیم که باید به اخبار درست نشون بدیم، یعنی مثلا باور کنیم اونها رو بپذیریم همینجوری، عملا ما
بافتار آگاهی اجتماعی رو دچار بحران کردیم. خودمون به عنوان یه فرد بخشی از اون هستیم، آگاهی ما دچار مشکل میشه، اطلاعات ما خدشه‌دار و آلوده میشه و مسموم میشه از طریق اطلاعات نادرست یا اطلاعات یا ضد اطلاعات. و نهایتا وقتی که اون اطلاعات رو به دیگری منتقل میکنیم و اون هم به دیگری، ما زنجیره‌ای از انتشار اخبار نادرست رو تسهیل و در واقع تسهیل کردیم، باش همراه شدیم و این آسیب میزنه. اصلا مهم نیست که در چه حوزه‌ای، فقط مسئله مثلا کار سیاسی یا حقوق بشری یا اجتماعی نیست. شما در هر حوزه‌ای اینو داریم. مثلا در حوزه سلامت اینو داریم، مثلا اخباری منتشر میشه میگه مثلا درمان مثلا فلان چیز در فلان کشور پیدا شده مثلا، و یا مثلا اگر از این مثلا ماده استفاده بکنی یا از این دارو استفاده کنی یا از اون پماد یا از این ماده غذایی برای فلان چیز خوبه، ممکنه بسیار مضر باشه و یعنی حتی ممکنه خطرش بیشتر از چیزایی باشه، یعنی رسما سلامت و جان یه انسانی رو در خطر بذاره. بنابراین به نظرم برای هر شهروند آگاهی لازمه. من فکر کنم جواب اومد تو کامنت ها. دوستان اومد جواب. من کامنت ها رو نمیبینم الان، بذار اینو باید ببندم که بتونم کامنت ها رو ببینم. یه لحظه میخوای توی چون داره ضبط میشه کامنت ها رو باز نکنیم، من برات بگم چیه. آره برام بگو. یه لینکی از BBC انگلیسیه که نشون میده که آره یک ساحلی رو در فرانسه برای چیز بسته بودن و حالا قراره این ساحل باز بشه دوباره، به خاطر اینکه برای پادشاه عربستان بسته بودنش. ولی توی خبر هم به نظر توضیح میده که مردم شکایت کرده بودن از اینکه این ساحل رو بسته بودن. خبر درست. عالی مرسی. دقیقاً همینه. هر کی که اینو پیدا کرده دمش گرم و فقط به من بگین که چجوری پیداش کردیم، از چه ابزاری استفاده کردیم. یعنی ابزار منظورت از کدومی که از این دستورها استفاده کردیم؟ مثلا از گفتاورد استفاده کردی، از سایت استفاده کردیم؟ منتظرشیم تو کامنت ها بنویسن. آره برام بنویسین. بذارید من برگردم اینجا تا برام می‌نویسین. اینو براتون یه بار دیگه توضیح بدم. رفقا این عکسی که سمت چپ هست رو می‌بینین؟ یعنی روشن و واضح هست؟ اگر نیست من یه توضیح بدم. ببینید وقتی که شما میخواید از دستور سایت استفاده کنین، سایت 2 نقطه رو که میزنین اونجا، شما کاری که باید بکنین اینه که آدرس اون وبسایتی رو که میخواید عیناً بلافاصله بعدش کپی میکنین. هیچ فاصله ای لازم نیست. بلافاصله بعد از 2 نقطه شما آدرس اون وبسایت، آدرس اصلی وبسایت رو میزنین. یعنی مثلا cnn.com و بعد از اینکه اینو زدین باز بدون هیچ فاصله میتونید علامت به علاوه بذارید، میتونید نذارید، اصلا مسئله نیست. ولی خب معمولا میذارم به علاوه رو برای اینکه کمک میکنه به دستور، ولی میتونید حتی اونو نذارید. بلافاصله بعدش اون عبارتی رو که میخواید جستجو میکنید. و وقتی هم که دارین این کارو میکنین، یه نکته که خیلی میتونه کمک بکنه اینه که اگر میدونید دقیقاً اون عبارتی که میخواین چیه، حتی اون عبارت رو اینجا میتونید از اون دستور گفتاورد هم اینجا استفاده بکنید. یعنی دوباره مثلا عبارت یگان فاتحین یا عبارت مثلا پادشاه عربستان رو یا مثلا اجاره ساحل رو یا ساحل فرانسه پادشاه عربستان رو مثلا بذارید توی گفتار. ولی خب مثلا توی این نمونه تمرین خاصمون ما این کار رو نمیتونستیم بکنیم، برای اینکه اون چیزی که در مقابل ما بود خیلی کلیه. یعنی ما فقط میدونیم که مثلا پادشاه عربستان یک سال رو در فرانسه اجاره کرده، ما عبارت دقیقی که در گزارش BBC استفاده شده رو نمیدونیم. برای همین بهتره که اینجا از گفتاورد استفاده نکنیم، چون ما دنبال عبارت دقیق نیستیم، ما دنبال اینیم که ببینیم واقعا این خبر به شکل‌های مختلف آیا در BBC منتشر شده یا نه. اگر مشکلی برای استفاده کردن از سایت 2 نقطه داشتین به من بگین که با هم حرف بزنیم روش. بچه‌ها نوشتن تو کامنت که از سایت استفاده کردن و با همون به این رسیدن. من خودم از سایت 2 نقطه استفاده کردم، ولی حتی دیگه .com.co.uk نه فقط نوشتم BBC، سایت 2 نقطه BBC. اون ورش هم به اضافه نذاشتم، فقط نوشتم پادشاه عربستان ساحل فرانسه به فارسی و سایت BBC فارسی برای اومد که این خبر رو کار کرده. چقدر خوب شد که این کاری کردی، برای اینکه این بهمون یه چیز جالبه میگه. ببینید وبسایت هایی که خیلی پربازدید کننده و خیلی مشهورن
شما لازم نیست آدرس دقیقش رو بزنید. اما وبسایت هایی که انقدر شهره نیستن و انقدر شناخته شده نیستن میتونن مسئله ساز باشن. یعنی مثلا اگر آدرس دقیقش مثلا اون .com شد مثلا نزنین، تو ذهن اون موتور جستجو ممکنه ده‌ها مثلا وبسایت دیگر رو مد نظر بگیری که میتونه کلمات مشابهی درش داشته باشه. بنابراین برای مثلا CNN، گاردین، مثلا BBC شاید حتی خود کلمه رو بذارید کافی باشه. ولی برای بعضی از وبسایت هایی که کمتر از اینها بازدید کننده دارن، مثلا اون سایت مثلا basij.ir رو که من گذاشتم، احتمالاً مثلا اگه .ir رو نذارم ممکنه با خیلی از این بلاگ‌ها و وبسایت هایی که اون کلمه توش هست اشتباه بشه. مثلا اگر ما الان وبسایتی داشته باشیم که BBC هم بخشی از اون باشه، ممکنه که مثلا با اون اشتباه بکنه. ولی خب معمولا این اتفاق براش نمیفته، چون الان دیگه از هوش مصنوعی استفاده کنه و بلافاصله میفهمه که شما دنبال همون BBC فارسی هستید. خب مرسی تا اینجا از این تمرین. به نظرم برمیاد که همه با این آشنا شدیم. اگر سوالی چیزی هنوز هست درباره این تمرین یا درباره این جستجوهایی که تا الان کار کردیم، همینجا حرفشو بزنیم. اگر نه که بریم برای تمرین‌های بعدی و تکنیک‌های بعدی.